خب تمام، ما هم به اون طرف انتقال شدیم. سی و 001 حال راست به طرف شما می آید. فهمو شد. خوب. گوش کنید، حالا با جای گفتم به همه خبر دهید. زود چی قدر آدم باشد همش را جمع کنید. در حال عاجل. زود گفتم. ایستید قربانتون شما. ایستید نپرونید. خواهش میکنم. بینید باگاژ پر از پول است. همش از شما، از آن شما. تو ما رو فکر کردی که با پولت خریده میتوانی؟ ها پلید؟ داد نزن. گیرید این رو. برید. تمام سرده. خدا میروم. شما روید، ما از پستان می آییم. سلام دوستان، من ادمین کانال فیلم های ترکی HD که فیلم یگیت رو برای شما پیرواد کرده، یعنی با دوبلیاژ در آورده پیشنهاد کرده ایستاده است. مراجعت من به شما همین است که با نام یگیت گندوزال یک کانالی نو شدم در یوتیوب. می تواند این کانال تنها با دستگیری شما پیش رود دوستان. اگر خواهید که کانال من پیشروی کند پس ابونه شده دستگیری کنید دوستان. در جواب دستگیری هایتان من برای شما فیلم یگیت رو 10 دقیقه دوبلیاژ کرده در کانالم میمونم و شما آن رو با زبان تاجیکی و با صفت فول HD تماشا خواهید کرد. و میخواهم در آخر این رو تاکید کنم، اگر چقدر دستگیری زیاد شد همان قدر قسم های آینده فیلم یگیت با زبان تاجیکی زودتر میبراید. و حالا من برای شما نشان میدهم که چه خیلی درست ابونه شدن ممکن است در کانال. خوبش همش رو من در اکران نشان میدهم و شما همین گونه عمل میکنید.
دوستان هنگام ابونه شدن در کانال فراموش نکنید گریان کردن زنگولچه رو، زیرا زنگولچه برای آن کمک میرساند که هنگام ادمین ویدیوی نو داخل کردن در کانال به شما خبرش یکمی شده میآید. سیلکای کانال باشد در کامنتاری ذکر کرده شده است، می توانید از آنجا در آمده ابونه شوید. و به آخر ویدیو رسیدیم. امیدوارم مرا درست میفهمید و دستگیری میکنید. دستگیری شما پیشروی ماست. وای توگرول گفتن سگ رو هم کشید. مادامی که جناب منم اون سگ رو کشید میگویم. فهمیدی؟ این پدری من است. زینب تو مگر در جای کار نبودی؟ چرا پدر ها؟ چرا؟ کاش که همه اینها رو نشنیده میمردم. تو چی حق داری که با من این کار رو میکنی ها؟ بین چیزهایی هست که تو نمیدانی دخترم. من روم دیگر اصل رویم رو نمیبینی. تو رو به عدالت تسلیم میکنم. از این خلاصی نیست. بین اگر نمانی که روم به سرم تیر خالی میکنم. شوخی ندارم. خالی کن پدر، خالی کن، چون که اگر تو خالی نکنی من خالی میکنم. این قلن رو زیر کردن نمیخواهم. من دخترم من روم. سالها پیش بود. مادر و پدرم را در پیش چشمانم قتل کرده بودند. به الله تولا میکردم تا جان این آدم را در پیش چشمان فرزندانش نگیرم. جانم را نگیر گفته بودم. نگیر جانم را گفته تولا میکردم. کسی که در پیش چشمانم پدر و مادرم را کشت، اون قاتل و بی‌وجدان، اون پدرت بوده است زینب. حالا خیز راست است. گریه نکن، نمی ارزد. توگرول رو میکشند. باید هر چیز زودتر به اونجا رسم. عشق چیزی بوده است که هیچ وقت پشیمانی نداشته است. با ما بغیر از عشق وطن دیگر عشق حرام است دوستان، حرام. یگیت برادر، چون این درد بزرگ داشتنت را نمیدانستم. از شهید شدن اویلت هیچ بحث نمیکردی. اگر نقل کردن خواهی گوش میکنم. اینجا بیا، سلاحت را پرتاب وگرنه سر کودک را پشت میدهم.
چی میخواهید از ما شما؟ سر دهید پسرم را. بازی تمام شد اکرم. خداوندا تو جان این آدم را در پیش چشمان فرزندانش نگیرم، جانم را از من نگیر. زخمت را از نو کشیدم برادر، ببخش مرا. مهم نیست. سلام دوستان، من ادمین کانال فیلم های ترکی HD که فیلم یگیت رو برای شما پریواد کرده یعنی با دوبلیاژ در آورده پیشنهاد کرده ایستاده است. مراجعت من به شما همین است که با نام یگیت گندوزال یک کانال نو کشیدم در یوتیوب. می تواند این کانال تنها با دستگیری شما پیش رود دوستان. اگر خواهید که کانال من پیشروی کند پس ابونه شده دستگیری کنید دوستان. در جواب دستگیری هایتان من برای شما فیلم یگیت رو 10 دقیقه دوبلیاژ کرده در کانالم میمونم و شما آن را با زبان تاجیکی و با صفت فول HD تماشا خواهید کرد. و میخواهم در آخر این را تاکید کنم اگر چقدر دستگیری زیاد شد همان قدر قسم های آینده فیلم یگیت با زبان تاجیکی زودتر میبراید. و حالا من برای شما نشان میدهم که چه خیلی درست ابونه شدن ممکن است در کانال. خوبش همش را من در اکران نشان میدهم و شما همین گونه عمل میکنید. دوستان هنگام ابونه شدن در کانال فراموش نکنید گریان کردن زنگولچه را، زیرا زنگولچه برای آن کمک میرساند که هنگام ادمین ویدیوی نو داخل کردن در کانال به شما خبرش یکمی شده میآید. سیلکای کانال باشد در کامنتاری ذکر کرده شده است، می توانید از آنجا در آمده ابونه شوید. و به آخر ویدیو رسیدیم. امیدوارم مرا درست میفهمید و دستگیری میکنید. دستگیری شما پیشروی ماست.